درسته ولی اون پسر عمه من بود و منم به دختر دایی او بودم به این مناسبت و به مصدق من شخصا خیلی علاقه‌مند بودم، خیلی براش احترام داشتم. این چیزی مربوط خانوادم نبود، هیچ ارتباطی نداشت. پدرم به مادرش و به تمام خانواده و اینا خیلی علاقه‌مند بود و خیلی نزدیک بود، ولی با جریانات سیاسی جور در نمی‌آورد. خواهر زاده برای پسر عمه من راست زجر خیلی کشیدم، در فراخون کشیدم تمام عمرم و بالاترین دردم مرگ کیام. ولی خوشبختانه یا بدبختانه نمیدونم اقبال با من همراهی کرد یا همینجا جلو چشم خدا. یعنی از زندان آمده بود، آورده بودنش پهلوی من، بعد از همینطور چیزشم نبود و برادر من تنها من 2 روزی بود میگفت نمیتونم اینو بخورم اونو ناراحت. بعد رفت نشست اونجا و من توده‌ای هستم، میدونم از توده‌ای بودنم در نیامده شلاق هستم توده‌ایم. هر چیزی که من باشه خود دونید این حرفا رو راست میزنیم. ولی من اسم همون روز آخر من اسمم مریم پیروز عضو حزب. اینی که برای من مشکله، خیلی چیزا مشکل میشه. کیام این بود، من و کیام یک هماهنگی کاملی در این مورد داشت. شاید من تندتر بودم، بعضی اوقات او تندتر بود، فرق نمی‌کرد. من یه زندگی رو گذروندم، اینم یه ظرف حال چی بیام بذارم زیرش، یعنی گوه زیادی خوردم. نه واقعا میگم معنی نداره. این بود که ایستادم تا به امروز که خدمتتون هستم. منو تونده 3-4 روز مرگ کیام مونده. من یه روز دیدم آمدن اینجا و تلفن کردن که آمدن و کیا رو بردن. دستم روی جا نمیرسم. تلفنی صحبت میکردم که آخر غذا میخواد، این چیز میخواد. هی من میگفتم شما خیلی نگران نباشید. 3 روز نگذشت بودم پشت در هستن با کیا رو آوردن تحویل من دادن، گفتم اینم کیای شما و مادر. آمد اینجا بعد از چند روزم طول چیز بود. این من از سر قبر رفتن خوشم بود به طور کلی، نه حالا یک عمره. من یه نفر رو دوست داشتم، با هم بوده، راه رفتن چه دیدم، خندش دیدم. حالا برم و فکر کنم زیر خروارها خاک هیچ ازش باقی نمید. آخر چطور ممکنه؟ این که نمیرم مگر پیش آمدی بکنه سر سال نگاه میکردم. امروز اتفاقا روز یکی از کاراش نگاه میکردم دم کسی که اینقدر زحمت کشته اینا رو نمیشته دفاع کرده این مردنی نیست. حالا هر چی دلشون میخواد بگه. دشمنای سرسخت رو خیلی دلسوزم داشتیم و واقعا غیر از توهین هیچی سرشون نمیشده. اونا هستن و این نتونستم کاری کنم. به خیلی علاقه‌مند بودم، او هم به من خیلی احترام میذاشت و علاقه‌مند بود به کیام همینجور. یک گروهی بودیم ما که نسبت به همدیگه علاقه‌مند بودیم و همدیگه رو دوست می‌داشتیم. و تا روزی که روزبه زنده بود من کوشش میکردم که اون چیزی کم نباشه. اونم طبیعی بود، مگر برای کیا نمی‌کرد. استثنایی نبود. برای هر فردی که گیر بود و خودم هم گیر بودم یک کاری میبایستی کرد و اون جزو کسانی بود که من شخصا علاقه‌مند بودم که باید بهش رسید. خیلی انسان شریفی بود، فوق‌العاده شریف و دوست داشتنی از هر جهت. خیلی خوب و جای تأسفه که امثال او و کیا رفت. دیری که آدم افسانه‌ای فکر میکنه در صادق بود علاقمندیش اینجا.
اینقدر این علاقمند عاشق تنها و تنها این باعث بود نظیر پرده هیچ کس نرفت. وقتی هم که ماها رو گرفتن این تفلک نمیدونه چه کنه، هر جایی که دستش رسیده بود رفته بود که اینا رو ول کنه، اینطور نگه نداره. خود من برای خود من خود نمیدونم فکر. انسان عجیب بود از خیلی جهات. من همیشه از این فکر صادق هستم، اون راستی، پاکی و رکگویی برای من هیچ چیزی پر اهمیت تر از این نبود. حفظ موقعیت حزب و خودت. حالا من چه کارم، اون چه کارم، اون چه کاره، اینا برای من بر پایین بودن. خود حزب رو در همین اتفاقا خود این آقایونم چنین عقیده‌ای رو دارن که جلوی من نمیشد اسم حزب رو فدا به این شکل. در تمام دورانی که من زیر توجه اینا بودم دفاع کردم، از هر کار حزبی دفاع کردم. خودشون میگه تنها بودم، خیال نکنید که گروهی بودیم، نه، تک تنها توی سلول بودم و هر چی هم از من میپرسن همونی که بودم. گفتن شما میخواید من براتون دروغ بگم، افسانه بسازم، اون نبی سرم. اگر راستشون میخواید اینشی گفتم بدبختانه من نمیتونم افسانه بسازم. این حزب به این چیزایی شما می‌نویسید از این اشتباهی به ازدادید. هنوزم بهشون زندگی و مایوسم نیستم، پشیمانم نیستم و خیلی از این آقایون راه من درست بود و حالا هست. حالا اگر آزاد باشم برم و هر وقت دلم میخواد برگردم، چرا نکنم؟ اونجا پذیرایی کنم من دارم، ولی اگر بخوام برم و دیگه برنگردم هرگز. من اونو خوشو میدونم، من 10 سال زندان کردم و در زندان به سخت‌ترین شکل زندانی بودم. بعدم که آزاد شدم، نه آزادی، چون حالم بد بود، در مرگ رفته بودم، دکتر گفت نگهش نداریم اینجا، این باید بهش برسم. آمدم بیرون و دکترهای فراوون رفتم و قلبم وضعم بد شده بود، اندک اندک مشون رو پر رو بودم و مقاومت کردم، ایستادم. حالا هم هست، گاهی ها قلبه رنگی میزنی ولی بهش میگم آروم ما این کاری نیست. که بعدم یا آمد اینجا رو دخترم برامون گرفت، این آپارتمان رو تهیه کرد، یا آمد پروین از زندان آمد بیرون و اینجا زندگی میکرد. با هم دیگه ما اینجا زندگی میکرد، با هم دیگه میرفتیم بیرون و هم آدم من که اینقدر تجربه دارم که دیگه اینجوری مهمونخونه درست نمیتونم که به همه بچه هم تو کوچه ها سلام با یک دنیا محبت بودم. بچه ها دونه من به تو کوچه من تقنه دادید بیش خدا و هیچ کدومشونم برخلاف این موضوع رفتار نکرد. همه آماده دادن پول بودن، آماده کمک بودن از هر جهت، ولی چون خود من حقوق بازنشستگی خودم مال آلمان قطع نشده بود و مرتب بهم میرسید، حالا از دولتی سر اون حقوق میگیرم. موقع آلمان شرقی که ما توش زندگی میکردیم، من در اونجا کار میکردم به عنوان استاد دانشگاه در اونجا در شهر برلین و لیپزیگ در هر دو شهر کار میکردم. اون حقوق رو مرتب قرار می‌گذاشتم تا امروز هم نیست. اونم که خود این جانب هستم
این هم خودتونه این خانم فیروز؟ این عکس؟ نه این خواهرم. خواهرتونه؟ آره. اون عکس حتما فرمون میگیرم صفتم میکنم.